سلام به همه. امروز هم شما رو به سفری برای کشف مردم شگفت‌انگیز تاجیکستان ببرم. تاجیکستان که در قلب آسیای مرکزی قرار داره، کشوری با میراث فرهنگی غنی و مردمی گرم و مهمان نواز هست. اکثر تاجیک ها از تبار ایرانی هستند و به زبان تاجیکی صحبت میکنند که شباهت زیادی به فارسی داره. زبان، سنت ها و آداب و رسوم اونها ترکیبی زیبا از فرهنگ باستانی ایرانی و ویژگی های منحصر به فرد سرزمین کوهستانی شونه. یکی از جذاب ترین جنبه های فرهنگ تاجیکی مهمان نوازی اونهاست. تاجیک ها به خاطر سخاوت و مهربانیشون به مهمان ها معروف هستند. وقتی به یک خونه تاجیکی میرید، میتونید انتظار داشته باشید که با انواع غذاهای سنتی خوشمزه پذیرایی بشید. مثل پلو، یک غذای برنجی دلچسب، و شوربو، یک سوپ خوش‌طعم. و البته نون تازه و گرم رو فراموش نکنیم که جزو اصلی هر وعده غذایی هست. خانواده در جامعه تاجیکی فوق‌العاده مهمه. معمولاً چندین نسل در یک خانه زندگی می‌کنند. یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگ، والدین و فرزندان همگی یک خانواده رو تشکیل میدن. این ساختار خانوادگی نزدیک باعث میشه که سنت‌ها و ارزش‌ها از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. موسیقی و رقص هم نقش مهمی در فرهنگ تاجیکی دارند. موسیقی سنتی تاجیکی اغلب شامل سازهایی مثل دوتار، یک عود دو سیمه و تبل، نوعی تبل میشه. ملودی ها دلنشین هستند و رکاب پر از انرژی و زیبایی. یکی از پر جنب و جوش ترین جشن ها در تاجیکستان نوروز سال نو ایرانی. این جشن که نشانه فرارسیدن بهاره با انواع فعالیت های فرهنگی از جمله موسیقی، رقص و بازی های سنتی برگزار میشه. این زمانی هست که مردم دور هم جمع میشن تا تجدید حیات و شروع های جدید رو جشن بگیرند. مردم تاجیکستان با وجود چالش هایی که باهاجه هستند همچنان مقاوم و خوشبین باقی میمونند. حس قوی جامعه و سنت های فرهنگی غنیشون منبع غرور و هویت اونهاست. خب، اینم از معرفی کوتاهی به زندگی مردم فوق‌العاده تاجیکستان. مهمان نوازی، ارزش های خانوادگی و میراث فرهنگی پر جنب و جوش اونها رو واقعا خاص میکنه. اگه فرصت سفر به اونجا رو پیدا کردید، خودتون رو برای یک استقبال گرم و یک تجربه فراموش نشدنی آماده کنید. ممنون که در این ماجراجویی فرهنگی با من همراه بودید. لایک، نظر و اشتراک گذاری رو برای دریافت اطلاعات جذابتر از سراسر جهان فراموش نکنید.